إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الإخوة والأخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. در برنامه گذشته درباره وفات موسی علیه السلام سخن گفته بودیم. سپس کمی از نبی خدا حزقیل گفتیم، چنانه که اهل کتاب ذکر کردند. اما موسی علیه السلام پیش از وفاتش در صحرا با بنی اسرائیل که 40 سال سرگردان شده بودند، با او حادثه های روی داد که در این برنامه آن را با تفصیل برایتان نقل خواهیم کرد. در روزی از روزها موسی علیه السلام با قومش خطبه خواند. قومش از موسی علیه السلام سؤال کردند. پرسیدند: داناترین مردمان کیست؟ موسی علیه السلام که هیچ کس در بنی اسرائیل از او داناتر نبود گفت من. خداوند او را عتاب کرد. خداوند برای جوابش او را عتاب کرد، زیرا او این را به خداوند نسبت نداد. خداوند ذوالجلال به او گفت: ای موسی، من بنده ای دارم که علمی دارد که تو آن علم را نداری. من بنده ای دارم که کارهایی را میداند که تو نمیدانی ای موسی. موسی علیه السلام را نشان داد که علم هم از آن خداوند است که برای انسانها داده شده است. خداوند میگوید: ما از علم برای شما جز اندکی نداده ایم. موسی علیه السلام کوشش کرد. از خداوند پرسید که کیست آن بنده است که علمی دارد که من نمیدانم. خداوند به او خبر داد که این بنده ای است با نام خضر. این مرد را از نزد جمع شوی 2 بحر میابی، 2 بحری که در یک مکان جمع میشوند. در آن جایی که 2 بحر یک جا میشوند او را در میابی. نامش خضر است. چه قصه ای دارد خضر؟ کیست خضر؟ آیا او نبی از انبیا است یا دوستی از دوستان خداوند است؟ این مسئله است که در آن اختلاف است. قول درست باز خداوند داناتر است این است که او نبی است، زیرا خداوند او را به بعضی از امرهای غیبی آگاه ساخته بود. موسی علیه السلام کوشش میکرد، میگفت: ای پروردگار، میخواهم او را ببینم. کدام بحر است آن؟ در کجا این بحر به بحر دیگر روبرو میشوند تا من آن مرد را بیابم؟ خداوند او را خبر داد که آنجا یک علامتی است ای موسی. نزد آن بحر برو، نزد آن یک جا شوی بحرها برو، آن مرد را بجوی. نمیابی آن مرد را مگر اینکه ماهی داری که آن را گم بکنی. با خود یک سبدی بگیر و در آن ماهی را بگذار، ماهی مرده را. وقتی که این ماهی را گم کردی در همان مکان خضر را میابی. چرا موسی علیه السلام خضر را میجوست؟ تا از او تعلیم بگیرد. موسی علیه السلام میخواهد از این مرد علم آموزد. وإذ قال موسى لفتاه. کیست آن جوانی همراه موسی علیه السلام؟ مردی با نام یوشع ابن نون، جوانی مخلص با موسی علیه السلام، که روز میرسد که اون نبی از انبیای خداوند می شود. موسی علیه السلام به یوشع گفت: من روی زمین سیر می کنم و در نزد بحر خضر را می جویم. گفت: چگونه او را می یابی؟ گفت: با خود سبدی بگیر و در آن ماهی بگذار. وقتی که ماهی را گم کردی مرا خبر کن، زیرا مکانی که در آن ماهی را گم میکنیم آن مرد را در همان مکان میابیم. یوشع با او گفت: چقدر وقت لازم است تا در روی زمین بگردیم و یا در بحر تا اینکه آن مرد را بیابیم؟ گفت: روی زمین یا روی بحر سالیانی دراز هم که باشد میگردم تا این مرد را پیدا کنم و از او تعلیم بگیرم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين یک جا شوی 2 بحر أو أمضي حقبا. پیدا کردن این مرد اگر سالیانی دراز هم طول بکشد من میروم. این چیز مرا آزرده نمی کند. پروایی ندارم. زمین ها بحرها را میگذرم. در تمام مکان ها سیر میکنم. چرا ای موسی؟ این همه برای علم است. وفوق كل ذي علم عليم. موسی علیه السلام روی زمین میگشت. همراهش کی بود؟ جوانی بود، یوشع ابن نون. سبدی داشت که داخلش ماهی بود. آن مرد را می جستند که خضر نام داشت. وقتی که موسی علیه السلام او را مییابد چیکار میکند؟ چه حادثه روی میدهد بین موسی و بین آن مرد؟
موسی علیه السلام در بحر می رفت، او را می جست تا از او علم بگیرد و هر کی راهی را به خاطر گرفتن علم طی کند، خداوند راه بهشت را برایش آسان می کند. إلى الجنة. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. انطلق موسى عليه السلام. موسی علیه السلام با یوشع ابن نون راه می رفتند. مردی را با نام خیزر می جستند تا که موسی علیه السلام از او علم بگیرد. به مکان رسیده بودند که خداوند آنها را وعده داده بود، جمشوی دو بحر. موسی علیه السلام می رفت و همراهش یوشع ابن نون که در دست سبدی داشت که در آن ماهی بود. وقتا که ماهی گم شود و یا فرار کند، آنجا مکان خیزر است. موسی علیه السلام را خواب گرفت. از این راه مانده شده بود. سنگی را در نزدیکی آب یافت، آنجا خود را پرتافته خواب کرد. یوشع ابن نون مراقب او بود. ناگهان سبد در جنبش درآمد. ماهی برآمد و به آب افتاد. شنا کرده رفت. یا الله، چی شد؟ چی میگذرد؟ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. یوشع ابن نون منتظر ماند تا موسی علیه السلام از خوابش بخیزد، اما فراموش کرد که او را با خبر کند به این که ماهی را گم کرده است. موسی علیه السلام همراه یوشع راه را ادامه دادند. از آنجا خیلی دور شدند. با آن جوان گفت. موسی علیه السلام گرسنه شده بود. گفت برای ما خوراک آماده کن. پس چون گذشتند، موسی علیه السلام به نوجوان خود گفت برای ما طعام چاشتی ما را بیار. همانا از این سفر خود رنجه بسیار یافتیم. به یاد آورد کی؟ یوشع ابن نون به یاد آورد که ماهی گم شده است. او در آب افتاده شنا کرده رفت. آیا دیدی وقتی به سنگ تکیه کردیم نزد یک سنگ لب آب؟ به یاد داری وقتا که آنجا خواب کردی؟ وقتا که آنجا نشسته بودیم من آنجا ماهی را گم کردم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. تنها شیطان مرا فراموش کنانید تا به تو نگویم. داخل آب شد و آنجا شنا کرد. موسی علیه السلام شاد شد. آن مکانی است که ما می‌خواهیم. پس از آثار قدم‌هایشان بازگشتند. موسی علیه السلام به یوشع ابن نون در همان راه بازگشتند به سوی آن سنگی که خواب کرده بود. موسی علیه السلام آنجا مردی را یافت که در روی زمین خواب کرده بود و زمین در گرد و اطرافش سبز شده بود. نزد آن بحر خواب بود. کرته را بالایش پوشیده بود. موسی علیه السلام به او سلام داد. گفت السلام علیکم. آن مرد سرش را برداشته گفت این سلام از کجا آوردی؟ تو کی هستی؟ گفت من موسی هستم. خیزر به او گفت موسی بنی اسرائیل، چی چیز تو را اینجا آورد؟ کی تو را از من خبر داد؟ موسی علیه السلام گفت خداوند ذوالجلال از تو به من خبر داد. سپس خیزر به موسی علیه السلام گفت آن مکان سبز شده بود. روایت است که آن مرد هر جایی که می نشست سبز می شد. از این سبب خیزر نامیده شد. خیزر یعنی سبز. گفت از من چی می خواهی ای موسی؟ چی چیز تو را نزد من آورد؟ گفت آمدم تا از تو تعلیم بگیرم. گفت تو تورات داری باز تعلیم میگیری؟ گفت تو علم داری که من از آن علم چیزی نمیدانم. لا أعلمه أنا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. خیزر علیه السلام با موسی علیه السلام گفت تو صبر نمی کنی، برداشت نمی کنی. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا لن أعصك. تو را نافرمانی نمی کنم، از تو پیروی می کنم. این آداب موسی علیه السلام با خیزر بود. رحلت موسی علیه السلام همراه خیزر شروع شد. این رحلتی که موسی علیه السلام با خیزر گذرانید دارای حادثه های عجیب و غریبی بود. موسی علیه السلام با خیزر رهسپار شد.
انطلق موسى عليه السلام موسی علیه السلام همراه خضر در اول رحلت به سوی بحر رهسپار شدند. وصل موسى مع الخضر إلى آنها به ساحل بحر رسیدند. منتظر کشتی بودند که آنها را به دیگر طرف ساحل ببرد. فإذا بسفينة اما یوشع به سوی قومش بازگشت. کشتی نزد آنها آمد. وقتی که صاحبان کشتی خضر را دیدند، از آنها مزد راه را نگرفتند. چرا؟ چون که خضر بین قومش همچون مرد صالح و پرهیزگار معروف بود. شاید نبی هم بود. موسی علیه السلام به خضر علیه السلام به کشتی سوار شدند. السلام مع الخضر عليه موسی علیه السلام همراه خضر علیه السلام به کشتی سوار شدند. رحله آنها در بحر شروع شد. در اثنای رحله آنها موسی علیه السلام پرنده را دید که از بحر می نوشد. پرنده با منقار خود از بحر آب می نوشد. البحر فإذا اینجا خضر علیه السلام خواست به موسی علیه السلام علم بیاموزد. قال يا موسى گفت ای موسی، انظر إلى به این پرنده بنگر چقدر آب از این بحر گرفت. موسی علیه السلام گفت هیچ چیز. لا شيء گفت آیا علم من و علم خود را می دانی ای موسی؟ وعلمك علم آنها خیلی بزرگ بود. علم عظيم علم من و علم تو در برابر علم خداوند به آن اندازه است که آن پرنده با منقارش از بحر آب گرفت. یعنی هیچ چیز نیست. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بعد از اندک زمانه وقتی که موسی علیه السلام از خضر غافل شد، او را دید که تبر را گرفته کشتی را سوراخ میکند، مثل این که او غرق شدن کشتی را میخواهد. موسی علیه السلام به غضب به او ندا کرد چی کار میکنی ای خضر؟ به کشتی کسانی که ما را به موس سوار کردند چنین میکنی؟ میخواهی غرق شویم؟ میخواهی اهل کشتی غرق شوند؟ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فعلت کاری بسیار بزرگی کردی. خضر به موسی علیه السلام روی آورده گفت آیا من به تو نگفتم که با من صبر کرده نمیتوانی؟ تو به این رحله ما صبر کرده نمیتوانی. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا موسی علیه السلام در جواب به او گفت من فراموش کردم. از عادت موسی علیه السلام این بود که در کاری خطا خاموش ایستاده نمیتونست و به کارهای منکر راضی نمیشد. از این سبب کار خضر را انکار کرد و آن وعده بین خود و بین خضر را فراموش کرد. قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا با او گفت هیچ باکنه، این باری اول است و تو فراموش کردی. خضر این کاری او را نادیده گرفت و راه خود را ادامه دادند. انطلق موسى عليه السلام مع الخضر موسی علیه السلام با خضر راه را دوام داد. به قریه رسیدند که آنجا دو کودک مشغولی بازی بودند. موسی علیه السلام مراقب خضر بود. از او تعلیم می گرفت. خضر به یکی از آن دو کودک چشم انداخت. مراقب او بود. موسی علیه السلام در تعجب بود. خضر چیکار میکرده باشد؟ از پی آن کودک رفت تا اینکه او را تنها یافت. خضر او را داشته به قتل رسانید. اینجا موسی علیه السلام خود را داشته نتوانست. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس نفسی پاک، کودکی خورد، گناه نداشت. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا این کاری کرده ای تو کاری ناپسندیده ای است. در مراتبه اول فراموش کردم اما اکنون فراموش نکردم. تو یک جنایت بزرگ انجام دادی، کاری ناپسندیده ای کردی. خضر به موسی علیه السلام جواب داده گفت آیا بر تو نگفتم که تو به من صبر کرده نمیتوانی؟ به تو گفتم ای موسی تو این رحلت را تحمل کرده نمیتوانی. لیکن این کاری دشوار است، کارهای ناپسندیده بزرگ. موسی علیه السلام چگونه خاموش باشد در حالی که در برابر باطل خاموش نمی ایستد؟ الان باشد کودک بیگناه را در پیشش به قتل رسانیدند. موسی علیه السلام با تمام قوت جواب داد قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا اگر از تو چیزی پرسیدم یا هر کاری کرده ای تو را بعد از این انکار کردم،
از من جدا شوی خیزر. در این صورت رحلت بین من و تو تمام می شود. اگر از تو چیزی بپرسم یا اینکه یگان کاری تو را انکار کنم، این عذر برای جدا شدن تو از من می شود. موسی علیه السلام با خضر رحلت خود را ادامه دادند. موسی علیه السلام همراه خضر به قریه رسیدند که مردم آنجا بخیل بودند. اهل آن قریه صفت بخل داشتند. از اهل آنجا طعام خواستند، اما کسی از مردم آنجا به آنها طعام نداد. بسیار گرسنه شده بودند. وزمینی سفر آنها را بیمدار و گرسنه کرده بود و هیچ کسی از آن مردم به آنها خوراک ندادند. وقتا که بیگاه شد و آنها زیر سایه دیوار نشسته بودند، خضر دید که آن دیوار در حال افتادن است و خیست تا آن دیوار را بازسازی کند. موسی علیه السلام نیز همراهی او خیست. موسی علیه السلام از این مرد در تعجب بود. چگونه شبی دراز بیدار ایستاده دیوار را می سازد که نمی داند صاحب آن کیست، بلکه آنها را از آنجا پیش کرده بودند. هیچ طعام به آنها نداده بودند. با این وجود برای آنها دیوار را بازسازی می کند. وقتی که صبح شد، موسی علیه السلام اعتراض کرده به او گفت: چرا برای بازسازی دیوار اجر طلب نکردی؟ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. موسی علیه السلام خیش را داشته نتوانسته گفت: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. اینجا خضر علیه السلام به موسی گفت: رحله ما تمام شد، صحبت ما به انجام رسید. هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل. اکنون تفسیر را میشنوی. تفسیر چی چیز را؟ تفسیر آن کشتی که من او را سوراخ کردم و آن کودک را که کشتم و آن دیوار را که آن را بازسازی کردم. تفسیر همه آنچه گذشت را به تو میگویم. پس منتظر خبری من باش. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. ای موسی، اگر میخواهی سبب سوراخ کردن من آن کشتی را بدانی، پس به من گوش انداز. آن کشتی را در آن طرف ساحل پادشاه ظالم منتظر بود. آن پادشاه ظالم کشتی های می آمده را منتظر می شد و می دید هر کشتی که عیب نداشت آن را می گرفت و زوری می گرفت، آن را غصب می کرد. ای موسی، آن کشتی که ما در آن سوار شده بودیم کشتی مسکینان بود. به سبب آن یتیمان و ضعیفان و فقیران را نفقه می دادند و اگر آن پادشاه ظالم آن کشتی را از آنها می گرفت آنها هلاک می شدند. کی آنها را کمک می کرد؟ چندین عائله به نان می ماندند. از این سبب آن را سوراخ کردم. من می دانستم که آنها این کشتی را دوم باره بازسازی می کنند، لیکن آن عیب در آن می ماند و آن پادشاه ظالم این عیب را که در کشتی می بیند آن را نمی گیرد. این یک رحمت برای آنها بود. فكان رحمة لهم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. او پادشاهی ظالم بود و آنها مسکینان و ضعیفان و فقیران بودند و از پس آنها یتیمان نیز بودند. ای موسی، این کار من برای آنها از روی رحمت و شفقت بود، نه اینکه از روی ظلم، بلکه خیر برای آنها بود. سوراخ کردن من آن کشتی را که تو به آن زید برآمدی برای آن ضعیفان و مسکینان و فقیران یک خیر بود و این اولین حادثه بود که تو به سبب آن به من زید برآمدی. اکنون به تفسیر حادثه های دیگر گوش انداز ای موسی. كلها ای موسی، اما آن کودک را تفسیرش چنین است: خداوند به من وحی فرستاد که آن کودک اگر بزرگ شود پدر و مادرش را که مؤمن بودند نافرمانی می کند.
از آنها سرپیچی می کند بلکه کافر می شود و این کودک الان خردسال است. اگر بمیرد قلمی تقدیر با او چیزی نمی نویسد. کشتن آن طفل رحمت برای خود طفل و رحمت برای پدر و مادر اوست. بلکه ای موسی، خداوند ذوالجلال مرا خبردار ساخت به اینکه پدر و مادر را به سبب حزن و اندوهشان پسر دیگری بر عوض آن کودک می دهد. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. خواستیم که خداوند ذوالجلال در عوض آن کودک به آنها طفل دیگری بدهد که به آنها نیکویی بکند، صالح باشد، برای پدر و مادرش مایه خوشبختی باشد. و این چنین مرگ رحمت برای آن طفل است که اگر به بزرگی می رسید کافر و سرکش می شد. ای موسی، این تفسیر برای کشتن من آن کودک را بود. ای موسی، به خبر آن دیوار گوش بینداز. این دیوار از دو کودک یتیم بود در قریه ایلهیم، در آن قریه پلید. آنها پدری صالحی داشتند و او یک خزینه داشت و خواست آن خزینه را برای آن دو کودک یتیمش نگاه بدارد. لیکن او گمان کرد که وقتا که او بمیرد و اهل آن قریه از خزینه او آگاه شده، آن خزینه را از کودکانش میگیرند و کودکانش را گرسنه و تشنه رها میکنند و جای بجز ته این دیوار برای نگه داشتن آن خزینه نیافت و یک چقوری زیر آن دیوار کند و خزینه را آنجا گذاشت. ای موسی، اگر آن دیوار می افتاد، مردم از آن خزینه با خبر می شدند و آن را برآورده می گرفتند و حق آن دو یتیم نابود می شد. و من خواستم آن دیوار را بازسازی کنم تا اینکه خداوند ذوالجلال خزینه آن دو یتیم را محافظت کند. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. سبب حفظ و نگهداری آن خزینه آن بود که پدری آنها صالح بود. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري هر کاری را که من انجام دادم، از سوراخ کردن کشتی تا کشتن غلام و بازسازی دیوار، هیچ یک آنها را از پیش خود نکردم، بلکه همه آنها وحی از جانب خداوند ذوالجلال بود. این بود تفسیر آن چیزهایی که تو در آن صبر کرده نتوانستی. رحلت بین موسی و خضر به پایان رسید و با همین قصه از قصه های پیامبران خداوند ذوالجلال به پایان رسید. در برنامه آینده با خواست خداوند ذوالجلال همراه ما نبی دیگر خواهد بود که او آن جوانی است که همراه موسی علیه السلام بود، یوشع ابن نون، آنی که در دست سبد ماهی داشت. چه قصه ای دارد این نبی و چگونه بیت المقدس برای بنی اسرائیل فتح شد؟ این همه را با خواست خداوند در برنامه آینده خواهیم شنید. حتى نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور